باید من اعتبار رسن تو زیادی داریم نصب میکنیم، داریم تنظیماتش انجام میده. ببین فونداسیون ها رو ریخته مال دستگاه ها رو، خب هنوز کفش خاکیه، تموم که شد میاد بتون میره. bunlar qurup bo'lgandan keyin beton deymiz deydi. ببین الان نصب شد دیگه. مشتری بهم میگه نصراللهی من کفم انقدر محکم هست که نمیخوام فونداسیون بریزم، میشه 30 سانت بتون داشته باشه میگم بولت میکنه رو زمین. Eğer klient aytsa deydi mening betonum mıqti asti desa deydi men deydi 30 sant boltlar meni qatab beradi deydi. Fundatsiya quymasa da bo'ladi deydi. مراحلش همونه، کاری نداره. من در نهایت خیلی ممنون از شما دادن کنم. میکس میشه باز از دو جهت داره آب میریزیم. میکسش رو ببین چه شکلی انجام میشه، نوار میره داخل، همون فضا سا ببینید فقط روشو اومد پاوشون فقط دورش بازه هنوز. من در عاشق دیده ما میخوایم بارون و برف و فلان نباره رو دستگاه، نمیخوایم سالن رو جنگل سو تیمو گرفت دیده قار تیمو گرفت دیده. اینا بس اینو ببین این ربات طبقاتی مدل. آره ببین پالت دوباره برمیگرده داخل دستگاه. یک بار از این برای پالت استفاده میشه، یه بار از اون بر عمرش میشه دو بار. پالت مراجعه qo'llanadi bir retdan jag'laydi. Umri uzayadi deydi, ko'p bo'ladi. بسته‌بندی داره میکنه دیگه. بلوکو داره. بلوک. شلکوتا روز. الان میخوام یه چیز اینجا نشونتون بدم. بسته‌بندی کرد. اینا رو هنوز بسته‌بندی نکرد. ببین این بیرون داره خوش میکنه. دالادا کپتر اتاق نذاشته اینا رو. آب میزنین توری. نه سوسی اوتی کپتر. اینا بسته‌بندی شده. اینا دای بغلی بسته‌بندی نشده بود. اینا بسته‌بندی نشده هنوز. داره خوش میکنه. اونم بسته‌بندیش. مثلا بارگیری رو مثلا یه بارگیر دیگه تمومه، ما پروژه تموم بارگیر مثلا اون 36 که به شما میگم مثلا اینه کجا رفت. مثلا بارگیر دستگاه ثابته ببینیم، دستگاه به دستگاه بارگیریشو اینجا سایزش رو حداقل کلی حالت ببینید. این یه مدله، این حالا کوچیکانه. درسته. این هم یه دستگاه بزرگ. این مثلا همون 2000 است. میکسرشه، الیویتورشه، همون کشتی گفتم جدا بارگیری میکنیم فلان، فینگر کارشه. من ببین اینجا رو، این بزرگترین دستگاه ثابت ماست. یه اون که زاوتون 4 محور کمرشکن داره میاد بیرون. این 60 تونه. 60 tonna deydi. بزرگترینش اینه. Yeng ulkan o'z deydi. Salmoq 60 tonna deydi. داره میاد بیرون. Trallar olib yuradi buni deydi. اینا کوچیک‌تر هاشن، تک پاکت هاشن. Hala kichkinalar deydi. بزرگترینش اینه دیگه. آی مهندس، من اطلاعاتی که بچه آماده کردن به همراه این سریع جمع کنم به شما بدم. خیلی ممنون. دست خدمت. من 5 دقیقه فرصت می‌خوام بعد. خیلی ممنun. Ders berdi. Mineki sizler üçün bарлığına ayaqtadıq. Kelgesini hələ ko'rsatjarımızlar. Rahmet.